سلام به همه دوستان. امروز اومدیم با اولین ویدیوی کانالمون. امروز قرار آموزش برنامه زودی رو بهتون بدیم. قدرتمندترین پی دی اف خان که میشه بهش اعتماد کرد، قابل اعتماده و پیشنهاد میکنن که نصبش کنید. حالا غیر از اونا ما امروز اومدیم آموزش برنامه زودی رو بهتون بدیم. از اونجایی که میدونید زودو یه دونه پی دی اف خان خیلی قدرتمنده که خیلی راحت میشه توش پی دی اف ها. البته بعضی از پی دی اف خانا اینجوری هستن، ولی این پی دی اف خان باز از همه اونها بهتره. همونجوری که گفتیم خیلی قدرتمنده. حالا جدای از اینها بی معطلی بریم سراغ آموزش. خب اینجا الان نوشته پرونده تازه برای دیدن نیست. غیر از این اینجا میان اینا حالا بحثش شده، چیزای آسونیه، نیازی نیست که من توضیح بدم، خودتون بدید میتونید بفهمید که چیه. و گزینه اسکنر هم که همون مربوط به دوربین و اینا میشه. علاقه‌مندی ها یعنی پی دی اف های علاقه‌مندی که علامت شما زدید و اومده توی قسمت علاقه‌مندی ها. all files یعنی همه فایل های شما. و اینجا پی دی اف هایی هست که شما، یعنی پرونده هایی که شما اونها رو حذف کردید و دیگه نیازی به اونها نداشتید. خب حالا ما میایم سراغ تازه ها. وقتی روی این ضربه میزنیم، علامت شیش که ضربه میزنیم ما رو میاره اینجا. این آخرین پی دی افی هست که من حذفش کردم، یعنی ما رو بیاره به اینجا. باز حالا پی دی اف هم توی صفحه تازه ها میاره. خب ما الان رو حذف کردیم. خب برای این که شما یه دونه پرونده تازه درست کنید باید روی علامت مثبت کلیک کنید. خب شما باید روی این گزینه بزنید. خب با باز کردن نوشتار کار نداریم، روی این گزینه میزنیم. خب نوشته ساختن نوشتار سفید خطدار شبکه. منظورش اینه که چیزی که میخواید شما بسازید سفید باشه، به صورت دفتری خطدار باشه یا به صورت شبکه‌ای باشه. که حالا گزینه های دیگه هم داره، گزینه نموداری داره، موسیقی داره، نقطه‌ای داره، این نقطه های جور با جوره. خب حالا ما همون سفید رو انتخاب میکنیم یا همون سفید. خب بی سرنویس نوشته سرنویس نوشتار. منظورش عنوان نوشتاریه که شما میخواید تازه اون رو به قسمت تازه بیارید. خب من همیشه اسم این فایل ها رو همون فایل 1 مثلا فایل 2 اینا میذارم. من اینو فایل 1 میذارم. خب میگه رنگ برگه سفید باشه، چاپ آبی باشه، زرد باشه. همون من سفید انتخاب میکنم. اندازه برگه برای ما فرقی نداره. شمارگان برگه مینویسی 1 تا 1000 یا 1 تا حد اکثر 1000. خب مثلا ما 1000 رو وارد میکنیم. تمام. خب میزنیم ساختن. الان ما 1000 تا صفحه داریم. همینجوری هی میریم پایین 1000 تا صفحه داریم. خب حالا برای اینکه تمام صفحه هامون رو ببینیم باید روی این 4 خونه بزنیم اینجا. خب ما میزنیم روی این 4 خونه. الان برگه هامون رو داریم میبینیم. هرچی پایین تر برید تعدادش بیشتر میشه. حالا بجز این 1000 تا برگی شما میتونید برگه های جدیدتری هم اضافه کنید. مثلا بازم میخواید 1000 تا اضافه کنید، مشکل نیست، میزنید 1000 درج کردن. الان شما 2000 تا برگه دارید. کلا برنامه به درد بخورید. خب ما اینجا با گزینه ویو کار داریم. خب ویو رو که همه تو میدونید، به اکثرا به منظره میگن یا نگاه کردن. یعنی شما میخواید آخر سر چیزی که ساختید رو نگاه کنید. همینجوری میرید پایین میبینید که چیزایی ساختید.
و میبینید. خب حالا از ویو میایم بیرون، میایم اینجا گزینه دوم، خب میزنیم روش. اینجا ما یه همچین چیزهایی داریم. خب چیکار میکنیم؟ من بهتون توضیح میدم. خب شما این اصلی ترین چیزیه که شما به اون نیاز دارید، اصلی ترین قسمت برای نوشتن، کشیدن و این هست. خب این قسمت رو که میدونید همه ی چیزا رو براتون نشون میده، به جای اینکه بخواید ستونی بدید یه دفعه همه رو بهتون نشون میده. این مثلا فرض کن من یه دونه خط میکشم، خب این یه دونه خط. خب شما مثلا اینکه به جای اینکه اینجوری کنید اینو حذف کنید، میتونید اینو اینجوری حذف کنید، فرقی ندارن زیادی با هم. یا نه بازی خط دیگه میکشیم، فرقی نداره چجوری بخواید حذف کنید. بعد راستی راجع به حذف کردنم من یه توضیح بدم. ببینید خب شما اینجا میتونید رنگ‌هایی رو که میخواید بکشید و مشخص کنید، میتونید کدری اون رو مشخص کنید. خب اینجا ما یه چیز در هم میکشیم. اگر اینو بخواید با پاک کن اگه اینو بخواید هی با پاک کن اینو پاک کنید خیلی سخت میشه، مگر اینکه بذارید روی آخرین گزینه، یعنی اینجوری راحت پاک میشه. ولی به نظر من به جای اینکه شما این کارو کنید میتونید از این گزینه یا از این گزینه استفاده کنید، راحت میتونید حذفش کنید. برای حذف کردن اینو باید بزنید، برای کپی کردن که معلومه این و دوتای آخر رو هم بهتون توضیح میدم. خب اینو حذف میکنیم.